به نظرت پسر توی رابطه باید تعهد داشته باشه یا نه؟ نباید داشته باشه، باید هر شب با یکی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر دختری یه بویی داره، هر شب باید بدونن امتحان کنی. خوششون هستی؟ خب پسرایی مثل ما به خودشون رسیدن، باشگاه رفته، بدنش رسیده، تیپش، استایلش، موقعیتش، بالاخره خودم از خیلی پسرا بالاتر میرم، دوست دارم هر شب با یکی باشم. از خیلی پسرا بالاتر؟ آره بالاتر. اعتماد به نفس هم به خودم رسیدم، دوست دارم الان همه رو تست کنم دیگه. سبک زندگی اینجوریه. مطمئن دخترا میان باهات؟ تا الان که اومدن اینجا برن میان. از تجربه داری؟ آره تجربه دارم. راضی هم هستم این سبک زندگی. تعهد دادن کلا برای هر آدمی از نظر من کنسل دختر پسر نداره. همه رو امتحان کنید، به خاطر اینکه ما نمیدونیم چقدر زندگی می‌کنیم. شما چند سالتونه؟ من 32 سالم. نسبت به پسر 32 ساله زیاده اعتماد به نفس نداری؟ نه دیگه، من چیزیه که تو خودم میبینم دیگه. یه موقعی پسر تو خودش نمیبینه. من کردم تا الان اینجوری زندگی کردم. هر شب با یکی. هر شب با یکی. هر شب. جرأتش هم دارم میگم راضی ام. امشب چی؟ امشب هم با یکی سر می‌کنم. فردا یکی. دنیای نامردا خودت مرد واقعی باش. وقتی بریدن همه تو اهل موندن و وفاداری باش. اگر راه کج و تاریک چراغ راه خودت باش. نامردی و همه بلدن، تو فرق کن با همه، مرد زندگی باش.